دوستان السلام علیکم. آغاز از 2024 سال ما نقشه گرفتیم که همین پادکست ها رو برای شما بسیار زیاد کنیم. تقریبا یک سال می شود که بسیار خواهش داشتم که در شهری که من زندگی میکنم یک عمل‌های باشد که برای رشد میدیا، مارکتینگ، صاحبکاری، ژورنالیستیکا یک لایحه ها باشد. و فکر کردم که و خلاصه آمدیم که همین پادکست ها من بعد چون انعنه شده است، چون ترند شده است امروز در شبکه‌های اجتماعی، ممکن همین سبب شود یک قطره باشدم که سهم ما برای رشد همین ساحه ها شده تاند. و من بعد در این پادکست ها ما بسیار میخواهیم چهره هایی که در این یا آن ساحه ها تجربه زیاد دارند، یک گفتی گپ ها استاد هستند، میخواهیم این شخصان رو ببینیم و این شخصان در برنامه ما یک تجربه فکرشان آیدی آن ساحه هایی که آنها متخصص هستند درباره این ساحه ها گپ زنند. این بسیار میخواهیم که آیدی معما، پیشروی، دوربینی این یا آن ساحه هایی که ما پیشکی من نامبر کردم درباره آینده، درباره امروز، درباره معماهای این ساحه ها گپ زنیم و حل مشکلی بعضی معماهایی که امروز در ساحه ها هست درباره آنها گپ زنیم. و خلاصه میخواهیم که این لایحه‌ای که یا پلشتکه‌ای که محیطی که ما میسازیم کمی باشدم برای جوانان، برای این یا آن خواهشمندایی که در این ساحه ها کار میکنن یک فایده بیارد، یک تاریخی شود، یک سبب شود که یک کس رشد کند یا که به این ساحه ها مایل کند و دایری همین گونه موضوع ها گپ میزنیم. و از شما خواهش میکنم یگانه که کی را در برنامه های ما دیدن میخواهید نام آنها را در کامنتاری ها نویسید تا ما این شخصانی که برای شما گفتی گپ ها مهم هستند یا که شما متخصص بودن این شخصان رو در این یا آن ساحه ها میدانید پیشنهاد کنید و ما کوشش میکنیم که این شخصان رو به برنامه، به پادکست خود دعوت کنیم و همراه آنها صحبت کنیم. و یکی از سبب هایی که برای چی ما پادکست رو آغاز کردیم، من فکر میکنم که طولی چند سال میشود که اگر برای امروز یک متخصص شدن تقریبا 8 سال کار کرده باشیم و بسیارتر ما در فرانت بودیم، در قفای کامیرا بودیم، همچون متخصص این یا آن کارها رو میکردیم، در قفای کامیرا بودیم و خواستیم که من بعد آن شخصانی که در ساحه های مارکتینگ، ژورنالیستیکا، صاحبکاری یک چهره های نمایان هستند همه را تکلیف کنیم و فکر آنها را آیدی رشد، آیدی دورنما، آیدی امروزه، آیدی معماهای این ساحه ها گپ زنیم و یک برای رشد همین ساحه ها یک سهم ما گذاریم. دیگه یگان مقصدی شخصی هم نداریم، نمیخوایم گفتی گپ ها خایب کنیم، تمام باقی همین است.